مراسم قرعه کشی لیگ برتر برگزار شد. دربی پایتخت هم افتاد هفته پنجم، استقلال میزبانه. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره تکراری هم از شاید ورزشگاه آزادی به این بازی هم نخواهد رسید. قبل از سال 405 یعنی قبل از این جنگی که اتفاق افتاد همه فکر می‌کردیم که ورزشگاه آزادی دیگه به لیگ جدید میرسه. حتی خود آقای ثابت قدم هم گفت که ما میرسونیم و چمن هیبریدی رو هم کار میکنیم و اینا. اما دوباره انگار چی بگم دیگه، بازم ورزشگاه آزادی نمیرسه تا نیم فصل و دوباره دربی باید احتمالاً خارج از تهران برگزار بشه. یه خبر خیلی بدتر هم داریم، اینه که ورزشگاه دستگردی که یکی از ورزشگاه تهران هم محسوب میشه و فعالم هست، اونم مدیرانش قصد دارن که چمنش رو کاملا تعویض کنن و اگر این اتفاق رخ بده فقط ورزشگاه شهر قدس در تهران، در استان تهران البته میمونه که اونم 3 تیم داریم، یعنی پرسپولیس، استقلال و پیکان. ورزشگاه تختی که سالهاست دیگه کلا کارش از کار گذشته، هر چی پول میندازن توش یه چای ویلیه که هرگز درست نمیشه. چمنش هر سال کاشته میشه ولی هر سال دریغ از پارسال انگار بیشتر به درد مرتع میخوره که زمینش 40-50 میلیارد هر سال خرجش میکنن و هیچی که هیچی. خب با این وجود پرسپولیس، استقلال و پیکان باید به دنبال 2 تا ورزشگاه دیگه باشن، چون طبیعتاً 2 تا از این تیم ها هر هفته در تهران بازی میکنن و یکیشون خارج از تهران بازی میکنه. تیم هایی که میتونن برن یا ورزشگاهی که میتونن انتخاب کنن، یکیش مثلا سردار آزادگان قزوین، یکیش ورزشگاه عراقه که میتونه نزدیک باشه، ورزشگاه امام رضا مشهد هم هست که فکر میکنم همچنان داستانهایی اگه داشته باشه و اون اتفاقاتی که همتون میدونین احتمالاً نشه درش بازی کرد. پس پرسپولیس، استقلال امسال کاملا دهنشون سرویسه، یعنی اساساً 3 تا تیم دهنشون سرویس و تقصیرش خودشون هم هست دیگه. 2-3 سال اومدن بانک شهر و هلدینگ خلیج فارس اومده به جای اینکه یه ورزشگاه مثل کاظمی یا امام رضا رو یکم مجهز میکردن، یکم بهش میرسیدن که حداقل بازی‌های عادیشون رو میبردن تو این ورزشگاه، 2 تا ورزشگاهی که شهرداری بهشون داده، دیگه اینقدر هم شاید سختی نمیکشیدن. ولی چون اینا فقط مدیران هزینه و فقط خرج میکنن و واسه شون هم مهم نیست، فقط میخوان یه جامی به دست بیارن که بگن آقا فلان مدیر خوب بود، فلان مدیر تونست کاری رو انجام بده، هزینه زیر ساختی نمیکنن. بابت همینم هیچ وقت زیر ساخت درست حسابی توی فوتبال ایران شما نمیبینید.